برای من، برای تو، برای همراهی، برای زن، برای مرد، برای آزادی به قامت انسان، میان هر میدان، به یاد هر مأسا، به فتح هر زندان، به هر زبان، ز هر کجا صدای ما و مشت ما رود هوا. زن، زندگی آزادی، زن، زندگی آزادی. برای نان، برای کار، برای هر شادی، برای جان، برای خون، به یاد افکاری، به داغ هر مادر، به اشک هر خواهر، به پینه دستان، به خشم فرزندان، به هر زبان، ز هر کجا صدای ما و مشت ما رود هوا. تا یکی باشیم درون این طوفان، شجاع و بی پروا مقابل شیطان، که وارث خشمیم، صدای هر عصیان، به هر زبان، ز هر کجا صدای ما و مشت ما رود هوا. زن، زندگی آزادی، زن، زندگی آزادی. برای من، برای تو، برای همراهی، برای زن، برای مرد، برای آزادی به قامت انسان، میان هر میدان، به یاد هر مأسا، به فتح هر زندان، به هر زبان، ز هر کجا صدای ما و مشت ما رود هوا. زن، زندگی آزادی، زن، زندگی آزادی. برای نان، برای کار، برای هر شادی، برای جان، برای خون، به یاد افکاری، به داغ هر مادر، به اشک هر خواهر، به پینه دستان، به خشم فرزندان، به هر زبان، ز هر کجا صدای ما و مشت ما رود هوا. تا یکی باشیم درون این طوفان، شجاع و بی پروا مقابل شیطان، که وارث خشمیم، صدای هر عصیان، به هر زبان، ز هر کجا صدای ما و مشت ما رود هوا. زن، زندگی آزادی، زن، زندگی آزادی. برای من، برای تو، برای همراهی، برای زن، برای مرد، برای آزادی به قامت انسان، میان هر میدان، به یاد هر مأسا، به فتح هر زندان، به هر زبان، ز هر کجا صدای ما و مشت ما رود هوا. زن، زندگی آزادی، زن، زندگی آزادی. برای نان، برای کار، برای هر شادی، برای جان، برای خون، به یاد افکاری، به داغ هر مادر، به اشک هر خواهر، به پینه دستان، به خشم فرزندان، به هر زبان، ز هر کجا صدای ما و مشت ما رود هوا.
برای مرد، برای آزادی به قامت انسان، میان هر میدان، به یاد هر مهسا، به فتح هر زندان، به هر زبان، ز هر کجا صدای ما و مشت ما رود هوا. زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی. برای نان، برای کار، برای هر شادی، برای جان، برای خون، به یاد افکاری، به داغ هر مادر، به اشک هر خواهر، به پینه دستان، به خشم فرزندان، به هر زبان، ز هر کجا صدای ما و مشت ما رود هوا. به پای کی باشیم درون این طوفان، شجاع و بی پروا مقابل شیطان، که وارث خشمین، صدای هر عصیان، به هر زبان، ز هر کجا صدای ما و مشت ما رود هوا. زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی. ژن ژیان آزادی، ژن ژیان آزادی، ژن ژیان آزادی، ژن ژیان آزادی. بیا بیا تو هم کنار من، بخوان بخوان هوای رسمان، سرود روشن سپید از بس شبان، صدای برش نهایی و خروش من، زن جهان رانی از این سرودگان، شکفتنی نشان نشان ما در این جهان. بیا بیا تو هم کنار من، بخوان بخوان هوای رسمان، ژن ژیان آزادی، 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 ژن ژیان آزادی. بینندگان عزیز تلویزیون حزب کمونیست ایران و کامله، درود بر شما. یک بار دیگر در خدمتیم با پخش برنامه زنده پوشش اعتصابات و اعتراضات در سراسر ایران. ندای آزادی از جای جای ایران شنیده می شود. این صدای انقلاب است. امروز معلمان با فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان یک بار دیگر درس آزادی و آزادگی رو به دانش آموزانشان دادند و دانشجویان در سراسر ایران در دانشگاه‌های مختلف تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند و با مرگ بر دیکتاتور و شعار زن زندگی آزادی خواهان سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی شدند. وارد 38مین روز از اعتراضات و اعتصابات شدیم که وارد فاز انقلابی شده. برای بررسی و ارزیابی این انقلاب همراه هستیم با دو رفیق: عبدالله اسدی عضو دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری ایران از یوتیوبری سوئد و رفیق اوریا احمدی عضو کمیته مرکزی کامله سازمان کردستان حزب کمونیست ایران از کلن آلمان. رفقا با سلام و درود، خیلی خوش اومدید. خیلی ممنونم که دعوت ما رو به این برنامه پذیرفتید. من هم به شما و دوست عزیزم اوریا و همه بینندگان سلام عرض میکنم. من هم سلام عرض میکنم و خیلی خوشحالم که با دوست عزیزم و رفیق گرامی ده سالم عبدالله اسدی در این برنامه و هم شرکت میکنیم. خسته نباشید. خیلی خوش اومدید رفقا. رفیق عبدالله، برنامه رو با شما شروع کنیم. خب دیدیم که در عرض
یک ماه گذشته چطور در سراسر جهان مردم صدای ایران بودند و همبستگی عظیمی در پشتیبانی از اعتصابات مردم در ایران وجود داشت. شما از سوئد برامون بگید واکنش مردم سوئد و حتی دولت سوئد به این اعتراضات و اعتصابات چی بوده؟ من اینطور بگم که به طور واقعی انقلابی که در ایران شکل گرفته الان و حمایتی که از خارج یعنی ایرانیان خارج هست شاید توی تاریخ بی سابقه بوده. شاید فقط دورانی بود که مثلا شاید آفریقای جنوبی به خاطر نجات پرستی این همه مورد تنفر مردم دنیا قرار گرفته بود، یعنی قابل مقایسه هست با دوره آفریقای نجات پرستی آفریقای جنوبی. یعنی میخوام بگم که من دیروز در یک تظاهراتی در شهر خودمون بودم، تظاهرات بسیار بسیار بزرگ و با شکوهی بود. جالب این هست که در میان این تظاهر کنندگان بسیاری از سوئدیا شرکت کرده بودند و شعار زن زندگی آزادی هست و سر میدادن عین خود ما. یعنی این تبدیل به ورد زبان مردم اروپایی هم تبدیل شده. ژن ژیان آزادی به طور واقعی. جالبتر این هست که طیف وسیعی از جوانایی که در خارج کشور به دنیا اومدن و شاید فارسی هم به سختی صحبت میکنن ولی پرشور در این تظاهرات شرکت میکنن و جالبتر این هست این جوانا در گروه‌های زیادی متشکل شدن، سازمان پیدا کردن، با جریانات دولتی مرتب تماس میگیرن، با جریانات غیر دولتی مثل سازمان‌های بشردوستو اینا زیاد تماس میگیرن و حمایت اونها رو از انقلاب ایران جلب میکنن و این خیلی شورانگیزه. بسیار هم به چشم میخوره این روزها. جوانایی که واقعا شاید خیلی از شرایط ایران نمیدونن ولی به واسطه والدینشون، به واسطه ارتباطات وسیع جهانی که وجود داره، به واسطه ارتباطی که بین خودشون و جوانا در ایران برقرار کردن، به نیروی بسیار بسیار تعیین کننده در خارج کشور در حمایت از انقلاب بسیج شدن. بله سپاسگزارم رفیق عبدالله. رفیق وریا، خب برلین دیروز درخشید. شما از اعتراضات در آلمان و شهر برلین برامون بگید. بله برلین دیروز واقعا خیلی درخشان بود برای اینکه برای اولین بار تو یکی از مراکز اصلی سیاست توی اروپا بیشتر از 100,000 نفر جمع شدن و علیه بربریت جمهوری اسلامی یک نمایش بسیار بسیار بزرگی رو به اجرا گذاشتن. یعنی نمایش انسانی. من بخوام تو یک دقیقه اگر امکان داشته باشه چند کلمه رو قبل از اینکه به آلمان برسم بگم. اونم این حرکت توی ایران از نظر من ادامه انقلاب 57، یعنی انقلاب 57 در ایران شاه نتونست سرکوبش بکنه. جمهوری اسلامی به جای اون تمام سرکوبایی که قرار بود اون ادامه بده رو به اجرا گذاشت. این انقلاب همزمان یعنی تو فاصله این 43 سال گذشته ما میبینیم که تاریخ انگار داره به عقب برمیگرده. یعنی وحشیگری اسلامی از یک طرف، بربریت سرمایه، جنگ‌های رواندا و آفریقا، بعد جنگ‌های بالکان و همه اینا رو ما تجربه کردیم و به خصوص بعد از دهه 90 و ریزش بلوغ الشرق انگار اصلا تاریخ به طور کلی عوض شده. ولی خود این یعنی این مسئله نشون میده که اصلا اینجوری نیست.
یعنی با مثلا از یه طرف اومدن ترامپ و اینا، خود تو سیاست‌های اصلی دنیا هم بعضم داشت آدم به این باور میرسید که خب تاریخی داره به عقب برمیگرده، ولی حقیقتش اینجوری نیست. تاریخ انسانی رو به رشد و تاریخ سیر خودش رو طی میکنه. خود همین پروسه 43 ساله توی جهان بعد از اومدن جمهوری اسلامی و خفقانی که ایران رو برگرفت باعث شده که جنبش انسانی و در سطح جهان یه ذره به حاشیه رانده بشه و این جنبش انسانی با خواست و مطالبات انسانی از هر لحاظ، چه از حقوق زن، کودک، کارگر، به طور کلی حقوق انسان، دوباره از ایران دوباره سر برمی آورد و به نظر من این یکی از دلایل اصلیش هست که اینقدر جهان و جهانگیر شده است. یعنی کلمه ایرانش نیست، مردم عاشق کلمه ایران نیستن که از سر تا سر دنیا به خیابان میان. این مردم که به خیابان میان و به قول رفیق عبدالله اسدی، خیلی از سوئدی ها، از آلمانی ها، از اتریشی ها، از تمام کشورها، از بلژیکی ها و از نروژ و همه کشورهای جهان، ما کانادا و آمریکا میبینیم به خیابان میان، برای اینکه این مسائل رو مسائل خودشون هم میدونن. یعنی الان ما مثلا تو مهد اروپا داریم زندگی میکنیم، حقوق زن هنوز مسئله است. بنابراین وقتی که از ایران زن زندگی آزادی میاد به اینجا مربوطه. به همین و به خصوص از کشوری که توی 43 سال گذشته یک نقطه سیاهی است که بر تمام تاریخ بشری بعد از جنگ جهانی دوم رو میتونید واقعا بهش یعنی مثل یک نقطه سیاه بهش نگاه میکنن که این نقطه سیاه رو سرمایه‌داری بالاخره اونجا برپا کرده، ولی فقط سرمایه‌داران تو دنیا زندگی نمیکنن. اکثریت مطلق انسان سرمایه‌دار نیستن، بالعکس کارگر و زحمتکش و کسانی هستن که مالکیت خصوصی ندارن. به همین دلیل این خیلی مهمه که توی آلمان هم واقعا توی همه شهرها اصلا توی تمام، فقط تو خیابان هم نیست، انواع و اقسام انجمنها، حتی پارلمان های ایالتی، اتحادیه های کارگری، احزاب، فراکسیون های مختلف و حقوق انسانی ها به طور کلی اصلا مسئله روز جوامع آلمانی شده است. شما مثلا تو محل کاری نیست که این موضوع نباشد. خیلی از ماشینا مثلا عکس ژینا رو روی چیزای ماشیناشون رو گذاشتن تو خیابان، آدم میبینه، توی مراکز قطار میبینی، مثلا توی خیلی جاها اطلاعیه های میرن، این بین اطلاعیه ها یا آگاهی ها عکس مینا مهسا امینی یا ژینا رو میبینی. اینه که این کشور به طور واقعی، من حرف آلمان رو دارم میزنم، به طور واقعی تاکنون من ندیدم به شکل ویژه‌ای به یکی از نقاطی توی این دنیا خیره بشه و ظاهراً هم حتی به مشام دولتش و اونایی که حاکم هن نباشه. مثلا دیروز 100,000 نفر توی برلین جمع شدن، ولی مثلا توی اخبار میبینید کوچکترین وقت رو بهش اختصاص داده بودن. یعنی میبینید که اون مراکزی که تصمیم گیرنده هستن کمترین توجه رو دارن، ولی جامعه آلمان خودش با دلگرمی بسیار زیادی به این مسئله پرداخته و توش حداقل خودش رو شریک میدونه. بله، سپاسگزارم رفیق وریا. رفیق عبدالله، شما این همبستگی عظیم رو ناشی از چی میبینید؟ خب در 43 سال گذشته ما شاهد خیلی اتفاقات هستیم که شاید برای مردمی که انقلاب کردن تو دوره سال 57 قابل تصور نبود. مردم اومدن تو خیابون، انقلاب کردن، سیستم بهتری رو سر کار بیارن، وضعیت بهتری در معیشت مردم اتفاق بیفته، بیکاری، حاشیه نشینی و بالاخره سیستم سرکوب،
اختناق سیاسی مثلا برداشته بشه، فضای سیاسی در جامعه آزاد بشه، مطبوعات آزاد بشه، کتاب آزاد بشه، حق تشکل و تحزب و سازمان آزاد بشه. تمام مردم برای اینا انقلاب کردن، ولی متاسفانه غربی ها خمینی رو زیر نورافکن انداختن و با عنوان رهبر انقلاب غالبش کردن به مردم و بالاخره خیلی عظیم آخوندهایی که در دوره شاه هم تنها اونا آزادی داشتن و تنها اونا تکیه و حوزه علمی قوم و همه جا حضور داشتن و آزادی داشتن، همونا اومدن انقلاب و روش دست کشیدن و قاپیدن و سوار انقلاب مردم شدن و اولین کسایی هم که قربانی کردن همونایی بودن که انقلاب کردن. یک ضد انقلاب خون پاشید به انقلاب واقعی مردم توی اون دوره. خب از اون موقع، از اون مقطع تا به امروز جمهوری اسلامی شرایط رو 100,000 برابر بیشتر اختناق درست کرد، سرکوب کرد، مبارزه مردم رو به خون کشید. تمام سازمان ها و تشکیلات هایی که در دوره انقلاب سر بلند کردن یکی یکی متلاشی کرد، اعدام های دست جمعی را انداخت و فضای اختناق تو جامعه ایجاد کرد و مردمی که امروز اومدن به خیابون به خاطر اینکه این سیستم رو برای همیشه ریشه‌کن بکنن، برای که این سیستم سرکوبی که تا حال چنگ انداخته بر یک جامعه 80-90 میلیونی وردارن و بالاخره یک شرایط، یک موقعیت توی ایران ایجاد بکنن که تمام اونایی که نبود وجود داشته باشه، فضای سیاسی آزاد بشه، مطبوعات آزاد بشه، تعذب آزاد بشه، جامعه شکوفایی به لحاظ اجتماعی پیدا بکنه، به لحاظ سیاسی شکوفا بشه. بالاخره مردم توی قرن دیگری دارن زندگی میکنن، نگاه میکنن به دستاورده بشر، در آخرین دستاورده بشر میگن خب ما چرا مثل آدمایی که توی اروپا یه زندگی آزادتری باشن چرا ما نداشته باشیم؟ چه مشکلی هست؟ چرا باید نداشته باشیم؟ زن چرا باید با زور حجاب اجباری داشته باشه در همه اماکن؟ چرا حجاب چرا باید اجباری باشه؟ مذهب چرا باید اجباری باشه؟ مدرسه دخترانه و پسرانه چرا باید مثلا جدا باشه؟ چرا اماکن عمومی رو به زنانه و مردانه تو جامعه تبدیل کردن؟ چرا مجازات اعدام وجود داره؟ چرا زندانی سیاسی وجود داره؟ چرا زندانی عقیدتی وجود داره؟ چرا؟ مگر توی این مملکت وجود داره؟ خب مردم اومدن تمام اینا رو بردارن، اینا نمونه به طور واقعی. یعنی مردم میخوان خواسته های انسانی دارن، به قول دوستم وریا میگه آمال و آرزوهای انسانی دارن، مردم میخوان دسترسی پیدا بکنن به این آمال و آرزوهاشون و این خواست 40 ساله مردم ایرانه. براش مبارزه کردن، براش خون دادن، براش خون خراب شدن، براش آواره شدن، پناهنده شدن. الان نگاه میکنی 8-9 میلیون پناهنده ایرانی در خارج کشور هست. اینا همه از بدبختی و از فقر و از سرکوب و از این سیستم فرار کردن و این بار مردم اومدن میخوان این سیستم رو از ریشه وردارن و یک سیستمی سرکار بیارن که تمام اون چیزایی که گفتم آزاد بشه. یه جامعه آزاد من میخوایم، یه جامعه مرفه میخوایم، یه جامعه بدون اعدام، بدون کودکان کار، بدون حجاب اجباری، بدون زندانی سیاسی، بدون زندانی عقیدتی، بدون اینکه روزنامه آزاد باشه، اینکه مطبوعات آزاد باشه، اینکه هر کس حق داشته باشه هر حزب و انجمن و تشکیلاتی که میخواد به طور آزادانه بنا بکنه، تشکیل بده. این ناشی از این است. به هر حال سیل خروشان مردمی که امروز تو خارج کشور
به خیابون دارن میان هر روزه، هر روز ابعاد بسیار بسیار گسترده‌تری به خودش میگیره. همین اتفاقی که در برلین افتاد واقعا در تاریخ مبارزه دنیا بی‌نظیره. یعنی اصلا تو پیدا نمی کنی که پناهندگان در یک کشور در 100,000 نفر در یک شهر تجمع بکنن و علیه اون حکومت، علیه اون سیستم به تظاهرات بپردازن. واقعا بی‌نظیره، شورانگیزه و در تاریخ مبارزه بشر کمتر چنین وجود داشته. بنابراین میخوام بگم که امروز که من گفتم جوونا به طور پرشور دارن میگن، اون شرایط رو میبینن و ایران در مرکز توجه جهانی امروز قرار گرفته و میره که انقلابی بسیار مدرن انسانی در ایران اتفاق بیفته و پرچم رهایی زن شاید در همه دنیا در ایران برداشته میشه، با جرقه‌ای که با کشتن مهسا امینی و جرقه‌ای که تو ایران اتفاق افتاد امروز به نماد انقلاب ایران، به نماد انقلاب، به نماد رهایی زن در کل جهان تبدیل شده. رفیق عبدالله، بله رفیق عبدالله، شما نقاط مثبت این انقلاب رو که در پیش روی ماست رو در چی میبینی؟ مثبت خیلی چیزای مثبت داره. راستش همین مسئله زن خیلی مسئله مثبتی. الان شاید هیچ کس، شاید میلیون ها اروپایی، شاید میلیون ها کانادایی و آمریکایی تا این روزها نمیدونستن اصلا حجاب در ایران جنبه اجباری داره. واقعا فکر میکردن مثلا شاید مثل عربستان سعودی، شاید مثل سومالی، شاید مثل خیلی کشورهایی که مثلا از کودکی که از بعد به تولدش حجاب سرش میکنن همین جوریه، فرهنگ مردمه. اروپایی مسئولینشون لچک سرشون میکردن، میرفتن ایران، پیشگاه خامنه‌ای میگفتن ما این کارو میکنیم به فرهنگ ایران، به فرهنگ مردم ایران احترام بذاریم. الان متوجه میشن که نخیر، اون فرهنگ خامنه‌ای ها بود، فرهنگ جمهوری اسلامی بود، فرهنگ ایران نبود، فرهنگ مردم ایران نبود. فرهنگ مردم ایران اینی هست که امروز پرچمشو مردم برداشتن، زن، زندگی، آزادی. این مثبت‌ترین حلقه این انقلابه، این پیشروترین نقطه این انقلابه و فکر میکنم که در دنیا بی‌نظیره. من واقعا سوئدیا رو نگاه میکنم توی این مملکت، میدونم فرانسوی همینطور، آلمانیا همینطور، آمریکایی همینطور. واقعا فکرشو نمیکردن اینجوری هست. الان میلیون ها نفر میدونن که پس تمام این سالها حجاب جنبه اجباری داشته. سر مسئله حجاب زنه رو کشتن، اسید پاشیدن، خیلی از زنه رو با اسید از بین بردن، کورشون کردن، بیچارهشون کردن و در همه جا تمام حوزه های علمی قوم، نماز جماعت و مساجد و روزنامه و همه چیز و همه قوانین رو علیه زنا سازمان دادن، وضع کردن، زدن، کشتن، به خاطر اینکه با حجاب اجباری میخواستن به دنیا ثابت بکنن جامعه ایران یک جامعه اسلامیه و دیدن که در تمام این 43 سال زنا برای لغو حجاب اجباری مبارزه کردن و این مثبت‌ترین نقطه آغاز این انقلاب هست به نظر من. بله سپاسگزارم رفیق عبدالله. رفیق وریا، خب اون چه که مسلمه اینه که این انقلاب نه تنها در سطح ایران بلکه در سطح سراسری نقاط مثبت زیادی داشته، اما از نظر شما نقاط منفی این انقلاب چیه تا به امروز؟ نقاط منفی من نمیدونم چی. البته
یک دو کلمه عرض بکنم در مورد این بحثی که الان رفیق عبدالله کرد. و این مسئله برلین مسئله بود که ایران بهش توجه کرد، یعنی جمهوری اسلامی از طریق تلویزیون خودش یک تظاهراتی رو یا خبر یک تظاهراتی رو تو برلین منعکس کرد. البته این تظاهرات به طور واقعی بود، یعنی این رو ما باید تایید بکنیم، این تظاهرات بود، 24,000 نفر هم بودند و توی شهرهای مختلف هم بود و علیه گرانی هم بود. ولی خیلی از اون کسانی که تظاهرات بودن بعداً به تظاهرات ایرانی ها اومدن. جمهوری اسلامی چیزی که نگفت این بود که 100,000 نفر توی همون شهر علیه خودش جمع شده بودن، اینو نگفت. به هر حال سر این که رفیق عبدالله هم گفت این اروپایی‌ها با روسری میرفتن ایران، این یه واقعیتیه که اینا الان واقعا خجالت میکشند و خیلی از هم حزبی‌های خودشون از جمله حزب سبزهای آلمان که نماینده هاشون خیلی با افتخار با روسری به ایران میرفتن، الان هی بهشون میگن خجالت بکشید که شما با روسری به ایران میرفتید به خدمت اینا. ولی این حکومت‌ها یک حقیقتی هم دارن که این حکومت‌ها از تمام وقت، تمام این 43 سال جزئیات وضعیت ایران رو میشناختن و اطلاع دقیق ازش داشتن و باهاش موافق بودن. اگر الان مثلا نظرشون عوض بشه یا ظاهرا تحت فشار قرار بگیرن، تحت فشار همین جنبشی است که از نظر من فقط ایرانی نیست، یعنی جنبش جهانی است، ولی خوشبختانه از ایران دوباره سر برآورده. در مورد نقاط ضعف این جنبش من فعلا نمیدونم چه چیزی، یعنی به نظر من این جنبش توی ایران بالاخره توی 2 تا 3 تا نقطه باید تعیین تکلیف بکنه. یه راست جامعه هست، چپ جامعه هست و ممکنه توی این وسط یه چیزی بشه، یعنی یه سازشایی بشه. چپ جامعه به نظر من فعلا تو شعاراش سایه انداخته روی این جنبش و این به قول رفیق عبدالله هم که گفت این شعارهایی که از اونجا سر برمی آورند توی همه جهان واقعا دارن تکرار میشن. این خیلی مهمه. منتها سوال این است که خب ما چه دنیایی رو میخوایم؟ شاید خیلی بگن خب این زوده، صبر بکنید جمهوری اسلامی بره بعد بشینیم حرف بزنیم. ولی نه، اصلا به نظر من اگر مردم ایران صبر بکنن تا جمهوری اسلامی بره، دیگه اون موقع انقلاب دوباره از دستشون در رفته. از همین الان ما باید بگیم چی میخوایم و از همین الان باید کمیته محلات، شورای محلات اعلام بکنه چی دنیایی رو میخوان. من سناریویی که اروپایی ها و آمریکایی ها، البته دولتاشون، من اینو کلمه اروپایی و آمریکایی اینجا به عنوان دولتاشون استفاده میکنم نه مردمشون، اینا خب سناریوی خودشونو دارن. واقعا تا اونجایی که براشون ممکنه همین جمهوری اسلامی رو نگاه خواهند داشت و از اونجایی که براشون ممکن نیست دیگه سناریوی خودشون، همین الان چندین سناریو رو اینا دارن بررسی میکنن. ما اگر از نقاط ضعف صحبت بکنیم، اینه که مثلا نقاط ضعف یا باید برطرف بشن، اینه که حرکات این جنبش توی خود ایران باید هماهنگتر بشن، باید همه‌گیرتر بشن. یعنی شما ببینید توی خیابان‌ها، توی مدارس، توی محلاتی که یا جاهایی که درگیری درست میشه با پاسدار و بسیج و نیروهای دولتی، این تعدادی که خودشون درگیر میکنن واقعا اینقدر نیستند که بتونن حداقل با موافقت اون چیزی که خودشون تصور میکنن با موافقت بیان عقب بیان. اینه که تعداد کسانی که توی ایران توی تظاهرات‌های خیابانی شرکت میکنن هنوز زیاد نیستن، هنوز کمن. تعداد کسانی که توی این اعتراض شرکت میکنن بسیار وسیعن، بسیار متنوع هستن و این تنوع ها رو باید هماهنگ کرد. این تنوع ها رو اگر هماهنگ بشن، ما میتونیم خیلی قدرتمندتر ظاهر بشیم و جمهوری اسلامی مطمئناً مثلا توی همین حرکات خیابانی من عرض بکنم اون جاهایی که مثلا خیلی جاها به نیر خامنه‌ای و خمینی و غیره هست ولی جاهای پرتی هستن، جمهوری اسلامی وجود نداره. اونجا مثلا به نیر رو به آتش بکشی و فیلم بگیری و بذاری تو مثلا سایت های اینترنتی،
همون کاری کرده که توی شهری 4 نفر رو باید به کشتن بده. یعنی باید تاکتیکا باید یه جوری باشه که نیروهای جمهوری اسلامی رو خسته‌تر بکنه، ناامیدتر بکنه و به شکل طولانی مردم مثلا امکان اینو دارن بیان خونه استراحت بکنن، طرحشون رو دوباره بررسی بکنن و یه تاکتیک جدیدی برن بیرون. نیروهای جمهوری اسلامی همین الان دارن این جهت رو گرفتن که هی بیشتر و بیشتر فقط زور خیابان این کارو بکنن. طرحهای سیاسیشون خیلی لو رفته و پیش پا افتاده و قدیمی، مردم خیلی اینا رو خشن میشناسن. به همین دلیل الان مسئله اینه که چقدر هماهنگ و چقدر وسیع میتونیم این حرکات رو سازمان بدیم که به نظر من این نمیشه مثل نقاط ضعف نگاش کرد، ولی مثل یه چیزی که باید حتما توی روزها و هفته‌های آینده بهش توجه کرد، باید نگاه بکنیم. بله، سپاسگزارم رفیق عبدالله. خب برای اینکه این انقلاب به سرانجام برسه و مردم ایران بتونن رژیم جمهوری اسلامی رو به گور بسپارن، ساختارش رو به گور بسپارن، به نظر شما باید چه کاری انجام بدن؟ چه پشتیبانی های خارج از ایران میتونه اونا رو در روند رو به پیشرفت این انقلاب کمک بکنه و آینده این انقلاب رو شما چطور میبینید؟ خب به نظر من شما به نقطه منفی گفتی که چیز منفی این انقلاب، شاید بگم مثلا اینجوری عوضش کنم بگم مثلا نقطه ضعف انقلاب، مثلا اینجوری در نظر بگیریم. نقطه ضعف انقلاب ممکنه تو ایران هنوز این باشه که هنوز میلیونی مردم تو خیابون نیستن. این یک ضعفه. یا شاید درنده خویی خود رژیم و سرکوبگری و اینا هست و بالاخره بخشی از مردم ممکنه اونجوری که جوونا پرشور در خیابونن اقشار مختلف مردم مثلا پدر مادرشون همراهی نکنن. این یک نقطه ضعف به نظر من، ولی این نقطه ضعف رو به نظر من با خارج کشور میشه تأمین کرد. خارج کشور میتونه قشنگ جمهوری اسلامی رو در خارج سرنگون بکنه. من مطمئن هستم قدرت ایرانی ها در خارج کشور، چون ایرانی ها در خارج کشور خیلی قدیمی هن، خیلی توی این جامعه غربی نهادی نشدن، قدرت دارن، خیلی ها توی موقعیت دولتی هستن، در احزاب هستن، دستشون به جامعه بنده، امکانات بیشتری رو دارن، قدرت بیشتری رو دارن. احزاب و سازمانهایی که سالهاست تبعیدشون کردن تجربه بیشتری رو دارن. تجربه این همه سال اینا داره باید سازمان پیدا بکنه در بسیج مردم دنیا به حدی باید گسترده بشه جمهوری اسلامی رو از مجامع بین المللی بیرونشون کنه. یعنی قشنگ از سازمان ملل اخراجشون کنن، از شورای حقوق بشر سازمان ملل بیرونشون کنن، از نهاد حقوق زنان سازمان ملل که متاسفانه 2 سال هست جمهوری اسلامی عضوش هست بیرونش کنن، سفارتهاشو ببندن تو خارج کشور. یعنی کار به اینجا برسه سفارتشو ببندن، سفارتشو بیرون کنن، از همه مجامع ورزشی هنری جاهایی که عضو هستن اینا رو الان فیفا دارن این کارو میکنن. خب اینها جمهوری اسلامی رو در انزوای بین المللی قرار میده و این اون انزوای بین المللی باعث میشه که در داخل شکاف بیشتری بیفته، متلاشی بشه. اون موقع خب این حمایت ها دل مردم رو تو ایران گرمتر میکنه. یعنی جوانایی که الان میبینن تو برلین 100,000 ایرانی جمع شدن، معلوم خیلی دلگرم میشه. میگه اینا در دفاع از من، در دفاع و حمایت از من دارن این کارو میکنن. اینکه در سوئد و در همه جا این همایش ها، این گرد همایی های بزرگ خیلی دلگرمی هست برای مردم در ایران، برای جوونا در ایران، برای کارگرایی که به اعتصاب میپیوندن، خیلی دلگرمی هست. الان هم یک نقطه ضعف دیگه بعد بگم،
هنوز اعتصاب در ایران سراسری نشده، هنوز بعضا در کردستان هست و بعضا بخشی از کارگرها مثلا اعتصاب میکنن، ولی اعتصاب باید جنبه کاملا سراسری پیدا بکنه. باید تمام محلهای کار رو به اعتصاب بکشونن، یعنی گلوی جمهوری اسلامی رو فشار بدن با اعتصاب. اعتصاب میتونه مثلا کمک بسیار بسیاری باشه. همین روزا در کردستان خیلی کمک کرد. هر روز که اعتصاب بود شب مردم میریختن تو خیابون، عصری مردم میریختن تو خیابون. اعتصاب، تظاهرات، پا به پای همدیگر، هماهنگی ایجاد کردن در میان مردم، در گروه های محلات، در بازاریان، همه اقشار مختلف جامعه باید دست به دست هم بدن، هماهنگی ایجاد بکنن و یک بار باید جمهوری اسلامی رو با قدرت بیندازن. این کار شدنی هست، آغاز شده. ما هنوز در فاز اول انقلابیم. انقلابی برگشت ناپذیره، یعنی ما پا در انقلابی گذاشتیم، هیچ راه برگشتی نداریم. مثل مردم ایران دارم میگم، هیچ راه، باید فقط جلو بریم. فقط باید راهی پیدا بکنیم که قدرتمون رو یک کاسه‌تر بکنیم، متشکل‌تر بکنیم، سازمانش بدیم، کاری بکنیم که واقعا بتونه تاثیرگذار باشه، جمهوری اسلامی رو جامعه جهانی بیرون کنن. این کاری عذر میخوام رفیق عبدالله، شما برای روزهای آینده در یوتیوبری حالا یا کلا کشور سوئد برنامه‌ای دارید در حمایت از مردم ایران؟ بله، ما برای 29 یعنی همین شنبه‌ای که در پیش داریم یک تظاهرات رو در داخل استکهلم سازمان داریم. در شهرهای مختلف سوئد با اونجا میان، در کشورهای اسکاندیناوی هم برای این تظاهرات دارن آماده سازی میکنن. یک تظاهرات بزرگی تدارک دیده شده و امیدوارم تلاش هم میکنیم که احزاب و سازمانهای دولتی را هم برای سخنرانی تو این تظاهرات دعوت بکنیم و همچنین سازمانهای غیر دولتی و رجوع کردیم به مطبوعات و غیره. امیدوارم که بتونیم تظاهرات بسیار بسیار باشکوهی در استکهلم برگزار بکنیم. بله، ما این شنبه یک تظاهرات سازمان دادیم در شهر استکهلم. بله، سپاسگزارم رفیق عبدالله. رفیق وریا، خب شما آینده این انقلاب رو چطور میبینید؟ من آینده این انقلاب رو اینجوری میبینم که اگر این تا الان که اینجوری که پیش رفته پیش بره و امیدوارم اینجوری این روال طی بکنه، یک ایرانی خواهیم داشت که آدم بتونه افتخار بکنه که تو اونجا زندگی میکنه، که آدم هاش یعنی آدمای اونجا مثل انسان و در یک زندگی لایق شأن انسان زندگی بکنن. در دنیایی که رویاهای دیرینه ما رو واقعا به اجرا میاره. من توی نقاط ضعف میخواستم به چند نکته اشاره بکنم، شاید همین الان درست‌تر باشه، و اونم اینه که ایران ملیت‌های مختلفی رو داره، دین‌های مختلفی اونجا دارن هستند، سنت‌های مختلفی هستند، زبان‌های مختلفی هستند. اینا توی این فاصله 43 سال مثل باروت بودند. جمهوری اسلامی خیلی سرمایه گذاری کرده بود و حتی نه جمهوری اسلامی، جریانات راست جامعه خیلی سرمایه گذاری کرده بودن سر این تفاوت‌ها برای اینکه بتونن آینده خودشون رو درست بکنن. الان با فقط این شعار زن زندگی آزادی و شعارهایی که در این حول و حواش مطرح شده، اینا همشون ساکت شده اند، ولی اینا هنوز هستن. ما باید مواظب باشیم که این تفاوتات توی ایران باعث بشه که توی همه دنیا یه نمونه بشیم که با همه تفاوتایی موجود که هست ما میتونیم با هم برابر در کنار هم و مثل یک شهروند برابر زندگی بکنیم، و نه تنها برابر بلکه در رفاه، و نه تنها در رفاه بلکه در امنیت زندگی بکنیم. یعنی واقعا این چیزی است که ما باید تأمین بکنیم مثل آینده. تا اون موقع، تا زمانی که ما اینو تأمین نکرده باشیم نباید آرام بگیریم. به نظر من این چیزی است که ما مثل طبقه خودمون، مثل طبقه کارگر اگه بهش نگاه بکنیم،
وظایف بسیار بسیار سنگینی رو دوش ما گذاشته که تو هر جایی یا هر پیچ و خمی خطرات زیادی ما رو تهدید میکنه. یعنی این حرکت رو تهدید میکنه. اینه که جریان راست جامعه رو نباید دست کم گرفت. الان ما مثلا توی سطح اروپا و امریکا و حتی تو خود ایران و تو خیلی جهان میبینیم همه یک دست میان علیه جمهوری اسلامی شعار میدن، فقط علیه جمهوری اسلامی بودنشون یکی هست. ولی توی آینده سازی دنیای ایران تفاوت‌های بسیار عمیقی وجود داره و این تفاوت‌ها طبقاتی هستند. طبقه کارگر باید مواظب باشه، تلاش بکنه که دنیایی که واقعا لایق شأن انسان هست رو باید بسازه و این تحلیل میخواد، کاردان میخواد، تشخیص میخواد. فقط این حرکت نیست که بتونی حرکت رو هدایت بکنی، یعنی همگام با هدایت این حرکت ما باید نطفه های جامعه سوسیالیستی رو همین الان بسازیم. یعنی توی زمان حیات جمهوری اسلامی ما باید به نطفه های زندگی سوسیالیستی نگاه بکنیم، تلاش بکنیم. اگر نه یعنی نمیشه تو یه دنیای تصور بکنی که همین الان مثلا باش فاصله زیادی داشته باشی. به همین دلیل من اینایم که مثلا رفیق عبدالله گفت توی خارج کشور یک دو کلمه اضافه بکنم. اونم اینه که مثلا حمید نوری رو رفیق عبدالله خودش خیلی خوب میدونه، توی سوئد یه نمونه است. اینا همشون واقعا مثل جنایتکاران جهانی باید بهشون نگاه کرد، طبق همین قوانین ثبت شده همین سرمایه داری. یعنی اینا کسانی هستن که تو خود قوانین سرمایه داری هم مجرم میتونن شناخته بشن. بنابراین اگر این فشار بالا بگیره توی همین آلمان، توی الان توی خود سوئد، توی امریکا، توی کانادا خیلی هاشون هستن که باید دستگیر بشن، باید دادگاهی بشن، باید توی دادگاه‌های بین المللی اینا محاکمه بشن. اینه که سفارتاشون باید بسته بشه و غیره و غیره. به نظر من این فشار، ما این آینده هم نمیتونیم بدون همگامی و هماهنگی جوامع بین المللی این کارو بکنیم. ما باید همین جنبشی که الان داریم توی تمام جهان اسم خوبی رو در کرده و همه بهش افتخار میکنن، باید به شکل زندگی آینده ما هم افتخار بکنن. باید اگر به شکل زندگی که ما تصور میکنیم بتونیم این افتخار رو به انسانیت توی دنیا بدهیم، اون موقع کسی نمیتونه به جمهوری مثلا اون وضعیت که ما یعنی بعد از جمهوری اسلامی به ایران حمله بکنه یا طرح یا سناریویی بسازه. ما باید خیلی سناریوها فکر بکنیم و بهشون جواب بدیم، جواب لایق بدیم و در این حال طبقه کارگر، اکثریت احاد جامعه ایران رو بتونیم هماهنگ، نه اینکه ما رهبر اونا باشیم، اونا بگوش حرف ما، نه این حرف من نیست. ما هماهنگ، همون جوانایی که الان میگن ما هممون با هم، واقعا هم این همه با هم بودن یعنی طبقه استثمار شده دنیایی که تصور میکنن رو باید براش تلاش بکنن و باید از این تلاشار بتونن نتیجه مثبتی بگیرن. این چیزی است که من آرزو میکنم برای این جوش. بله رفیق وریا، شهر کلن و کشور آلمان چی برای روزهای آینده برنامه خاصی داره در حمایت از مردم ایران؟ توی کلن و توی کلن بعضی اوقات توی 5-6 تا جا هست تظاهرات. ما خودمون مثلا نمیتونیم بشماریم چقدر هست و نمیتونیم واقعا تعداد شرکت کنندگان رو تشخیص بدیم. توی همه شهرهای آلمان تظاهرات هستن. شاید مثلا یکی از نقاط ضعف و مشکل اساسی این حرکت بیرونی اینه که نمیتونیم با هم هماهنگ بکنیم مثل دیروز برلین که بتونیم مثلا توی همه شهرها، همه کشورها یه جا و واقعا یک جا آدم بتونه جمع بشه، به همون دلیل همون اختلافاتی که هم هست. ولی در هر صورت این اصلا از دست ما در رفته. یعنی ما هم یکی از اونایی هستیم که توی بعضی از سازمان دهندگان این اکسیونا هستیم، ولی این اکسیونا به نظر من شاید بهتر باشه که مثلا هر روز نباشن، در عوضش یه هفته یک بار ولی قدرتمندتر باشن. ولی در هر صورت هستن و واقعا همین الان که من و شما با هم صحبت میکنیم خیلی تو همین شهر دارن برنامه‌ریزی میکنن که فردا چجوری بتونن برن بیرون و از این جنبش ایران دفاع بکنن.
بله، خیلی ازتون سپاسگزارم رفقا. عبدالله اسدی عضو دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری ایران از یوتیوبری سوئد و وریا احمدی عضو کمیته مرکزی کماله سازمان کردستان حزب کمونیست ایران از کلن آلمان از اینکه دعوت ما رو به این برنامه پذیرفتین و خیلی خوشحالم که در خدمت شما رفقا بودم. خیلی ازتون ممنونم. بسیار سپاسگزارم. خسته نباشید. بسیار ممنون. خیلی سپاسگزارم. بله بینندگان عزیز، شما میتونید از طریق شماره تلفن 2045 71 64 50 24 در طول شبانه روز تصاویر و ویدیوهای خودتون را از اعتراضات از طریق تلگرام برای ما بفرستید. همچنین پیام‌های خودتون، درد دل‌های خودتون رو با ما در میون بذارید. آخرین تصاویری رو که شما عزیزان برای ما فرستادید میبینیم و برمیگردیم. در پشت میله های زندان زنجیر شکن گامتان. زیر رنج و شکنجه زندان با عشق آرمانتان خشتید زندان بلرزد با هر نفس رنجتان. ای رهروان دربند باز استوار از متان در پشت میله های زندان شکن گامتان. در پشت میله های زندان زنجیر شکن گامتان. خورشید رخشان غروب آزادی
میله های زندان زنجیر شکن گامتان. بشنو حدیثی دارم، چشمان خیسی دارم، شعر نفیسی دارم، لحن سلیسی دارم، بنگر چه حالی دارم، قصد جدالی دارم، من شور و حالی دارم، تقدیر و فولی دارم، در سر هوایی دارم، بانگ. بله بینندگان عزیز، با پوزش مثل اینکه صدای من دچار مشکل شده بود. امیدوارم الان صدای منو داشته باشید. حزب کمونیست ایران به مثابه حزبی مارکسیستی برای پایان دادن به حاکمیت سیاسی و اقتصادی طبقه سرمایه‌دار، برقراری حکومت کارگری و ایجاد یک جامعه سوسیالیستی مبارزه میکنه. جامعه‌ای که پایان بخشیدن به استثمار انسان به دست انسان، زوال دولت و تمام ارکان نگهدارنده‌اش از آن طریق می‌گذرد. هدف خواهی ما دستیابی به جامعه‌ای است که در آن آزادی و رفاه همگانی جای اسارت و بی‌عدالتی و محرومیت رو میگیره و فرصت‌های یکسان برای رشد و شکوفایی خلاقیت‌ها و تعالی انسان فراهم میشه. جامعه‌ای که در آن هر کس به اندازه توانایی‌اش کار می‌کند و به اندازه نیازش از مواهب زندگی برخوردار می‌گرده و در آن دولتی نیست که بر فراز جامعه قرار بگیره و بند اسارت تک تک افراد آن رو به گذشته‌های استثمار، ستم، خرافه پرستی و جهل گره بزنه. از نظر ما سوسیالیسم امری مربوط به آینده‌ای نامعلوم و دوردست نیست، بلکه زمینه، توانایی و امکان اجتماعی اقتصادی آن در بطن نظام سرمایه‌داری ایران فراهم آمده است و تحقق آن به نیروی آگاهی، تشکل و مبارزه طبقه کارگر ممکن خواهد شد. امکانات مادی و ثروت‌های غنی جامعه ایران و همبستگی بین‌المللی ضامن دوام و پایداری آن خواهد بود. در شرایط حاضر این مبارزه از طریق سرنگونی جمهوری اسلامی تداوم می‌یابد و برانداختن این نظام سرکوب و خفقان در ایران هدف بلاواسطه انقلاب کارگری رو تشکیل میده. بله عزیزان، به این ترتیب به پایان بخش زنده دیگری ویژه اعتصابات و پوشش اعتصابات و اعتراضات سراسری در ایران رسیدیم. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزارم. صدای انقلاب رو میشنویم. به امید پیروزی. بشنو حدیثی دارم، چشمان خیسی دارم، شعر نفیسی دارم، لحن سلیسی دارم، بنگر چه حالی دارم، قصد جدالی دارم، من شور و حالی دارم، تقدیر و فولی دارم، در سر هوایی دارم، بانگ صدایی دارم، در دل نوایی دارم، من نوایی دارم، صبح پگاهی دارم، از نو نگاهی دارم.